با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، پیش از آغاز برنامه میخوام هواداران تیم ریال مادرید رو تبریک بگم با خاطر این روز که ال کلاسیکو شد و ریال مادرید بارسلونا را با حساب 2-1 شکست داد. تبریک بگم و میخوام که در این برنامه ورزشی هم هست درباره یکی از برادران ما و شما، تاجیک ما و شما که در اروپا شامل یک تیم فوتبال شد و اولین تاجیکی که در این دولت همچون بازیگر امضا کرده و قرارداد خود را بست، درباره اون شخص به شما معلومات بدهم و خدا کنه که این برنامه خوشتان بیاد و برادران عزیز فراموش نکنید صفحه ما را لایک کنید، پادلیت کنید، کامنتار بنویسید و به دیگران بفرستید تا که تمامی برادرایی که در هر گوشه دنیا هستند از این برنامه بخبر شوند.